اینا لله و اینا الیه راجعون. ما از خداوندیم و بر سوی او برمیگردیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران عزیز و خواهران مهربان و از جمله هواداران شبکه کاروان عمر، باز یک ستاره مشهور و سراینده جمهوری تاجیکستان دمیربک علیموف امروز یعنی 5 فوریه سال 2022 از دنیا چشم پوشید و این خبر از سوی برادرانش در سامانه‌های اجتماعی گذاشته شد. در خبر و نشریات ها می آید که دمیربک علیموف شب گذشته در یک طرفخانه کنسرت داشت و بعد از کنسرت هنگامی به خانه اش برگشتن در راه اوریه می کند و صدمه دچار می شود. هنگامی که به بیمارخانه ای رقم یک شهر خوجند می برند، متاسفانه دمیربک علیموف در آنجا چشم از دنیا می پوشد. بله دوستان عزیز، همه ما میرنده هستیم و همه ما می میریم. تا امروز چندین سراینده ها، چندین ستاره ها، چندین عالمان، چندین شخصان بزرگ از دنیا گذشتند. بیشک ما و شما نیز از پی آنها هستیم. بینید که دیروز که ها در بر ما بودند و امروز باشد در بر ما نیستند، ولی ما هم روز در بر شخصان هستیم و روز آنها را ترک میکنیم. زمان همین است و هر یک نفس چشنده ای مرگ است. درختی که در فصل بهار برگ میبراند و در فصل تیرماه قاق میشود خزان میگردد. این آفتابی که با نورش دنیا را روشنی میدهد و بیگاه که شد به وقت ساعت خود باز غرق میشود. و آدم نیز همین خیل است. در دنیا جانی هست که به دنیا آمده است، علاج ندارد که از دنیا نرود، بلکه هر یک ما و شما، هر یک نفس زنده چشنده این مرگ است. دنیا را همه ما پدرود خواهیم گفت. خداوند طریق رحمت شایسته جنت قبرش را پرنور گرداند. خداوند به عائله و پدر و مادرش صبر جمیل، صبر پیغمبری نصیب این برادرمان رحمتی دمیربک نصیب گرداند و آخرتش را آباد، جایش را جنت الفردوس گرداند. ما هممون باید در حق برادران دعای خیر کنیم. نه آنی که این حافظ بود، این سراینده بود، این خیل بود، آن خیل بود و هر کسی هم نباشد برمانه، بلکه در نزد خداوند قدر و قیمتش معلوم است. پس دعای خیر نسبت دیگر کنیم. خداوند همه ما و شما را در راه راست هدایت فرماید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.